با نام و یاد خداوند مهربان، من علیرضا شیشه‌گر، وکیل پایه دادگستری اصفهان هستم. اگر شما در حال مشاهده این صفحه از وبسایت ما هستید، احتمالاً درگیر یک پرونده خانواده اهم از طلاق، مهریه و امثالهم ممکنه باشید یا هستید. شخصاً هیچ وقت زوجین رو، حتی که وقتی تصمیم قطعی به طلاق دارند، به رفتن نزد مشاور خانواده تشویق میکنم، اما بعضی وقتها حتی کار با مشاور خانواده هم پیش نمیره و حتی در قرآن مجید آیه 35 از سوره مبارکه نساء و ان خفتم شقاق بینهم اومده که وقتی که بین زوجین بیم اختلافات و نقار و مشکلات و ناسازگاری هست، خب در اینجا قانونگذار هم طلاق رو پیش بینی کرد، اما چه نوع طلاقی و با چه شرایطی بهترین روش برای زوجین هست که با کمترین دردسر و مشکلات کارشون راحت تر حل بشه. در ویدیو بعدی در همین صفحه به مختصری از این موارد میپردازیم. موفق باشید.